اجازه میخوام که در این لحظه دعوت کنم از دوستان خوبم جناب آقای حسینیان عزیز و جناب آقای اکبرنژاد لحظاتی به روی صحنه تشریف بیارن، در خدمتشون باشیم، به افتخارشون تقدیر شایسته به عمل بیارید لطفاً. یه چند لحظه هم با این عزیزان برنامه رو اجرا کنیم. دستا داره بهتر میشه حالا. 1 2 3 4. زن من و قلب من و عمر من و جون من و با خود میبری، بابا تو کی هستی یه موجود خاصی از همه سری، زن و مرد و پیر زن و حتی من و سر کارو میذاری، شیطون و نازی با من نکن بازی من از دون داری. یالا یالا دست شادی، دست شادی، دست شادی، دست شادی، دست شاد. خب آقای حسینیان، میکی کمان، همه اینجا هستن دوستان. خدا الهی شفاعت بده. خدا همه مریضا رو شفا بده. آقای اکبرنژاد حسن قرار به زودی ازدواج کنه، تصمیمم گرفته که عروسیش توی مدرسه بگیره. بهش میگم حسن چرا تو مدرسه؟ میگه آخه خیلی کلاس داره. یعنی عروسیش هم باحاله. آقای اکبرنژاد یه نصیحتت میکنم. همه توجه کنید، احترام بذار به من احترام بذار. نصیحتت میکنم. جانم بگو. منو مسخره نکن، نه منو نه هیچ کس. هیچ وقت در زندگیت آقای اکبرنژاد هیچ کس رو مسخره نکن، شاید اون از تو مسخره تر باشه. این نصیحت درست حسابی کردم که تا آخر عمر تو گوشش بمونه. توی برنامه جشن تولد، در جشن تولدی که دوستان آقای اکبرنژاد برگزار کرده بودن، به علت استفاده بیش از حد از برف شادی بهمن جان 4 نفر رو گرفت. چه اوضاعی بود اینجا.